برو بریم سراغ داستان اولین آیرون گولم. داستانمون از یه ویلیج شروع میشه که یه مادر بزرگ به همراه نوش کنار زمین کشاورزیشون هستن که یهو نوه به مادر بزرگ میگه که من میخوام برم دور دور توی جنگل و مادر بزرگش میگه که خیلی مراقب باش، مخصوصا الان که شبه و هیولاها شبا میان بیرون و جنگل توی شب خیلی خطرناکه. ولی نوش میگه که مامان من تا زمانی که گولمو دارم غم ندارم، گولم حواسش به من هست، منظورش آیرون گولمه. و بعدش حرکت میکنه که از ویلیج خارج بشه که یهو با یه زامبی روبرو میشه و زامبی بهش حمله میکنه تا اونو بخوره. سریع فرار میکنه که از زامبی دور شه، ولی متاسفانه پاش به یه جا میگیره و میفته روی زمین. زامبی داره بهش نزدیک میشه تا بخورتش که یهو گولم داستانمون از راه میرسه و خیلی سریع و ایزی میاد سمتش و اونو میکشه. نوه خیلی سریع بلند میشه میگه که مامان بزرگ دیدی بهت گفتم که آیرون گولم حواسش بهم هست. و بعدش مادر بزرگه بهش گفت که آیرون گولمو دست کم نگیر، اینقدر برات ساده و معمولی و دم دستی نباشه، باید قدرشو بدونی، چون که قبل از اینکه آیرون گولم به وجود بیاد ما زیر سایه هیولاهای زندگی میکردیم که الان داستانشو برات تعریف میکنم. از اینجا میریم سراغ داستان اولین آیرون گولم که چجوری به وجود اومد. مادر بزرگه میگه که من و پدرم داخل این ویلیج به خاطر زمین کشاورزیمون خیلی وضعمون خوب بود، اما یه ویلیج دیگه هم دقیقاً پایین همین ویلیج بود که اونا کاملا برعکس ما هیچ چیزی برای خوردن نداشتن، مغازه‌هاشون و خونه‌هاشون هم کاملا خالی بود از غذا. و خب ما که وضعمون خیلی خوب بود، زمین کشاورزیمون هم دائما محصول میداد، هر ماه سعی می‌کردیم به اندازه همشون غذا ببریم و بهشون کمک کنیم. اما همیشه اونجا هیولاهایی بودن به اسم پیلیجرا و این پیلیجرا غذاهای ما رو میگرفتن و نمیذاشتن که ما غذاها رو بدیم به اون ویلیجرای بیچاره. میگه که پدرم خیلی سعی کرد که جلوشون رو بگیره و بهشون گفت که این غذاها مال شما نیستن، ولی اونا گفتن که اگه شما این غذاها رو به ما ندین ما هم دیگه نمیایم کنار ویلیجای شما که ازتون مراقبت کنیم در مقابل مابای مختلف مثل زامبی و اینا. و اون ویلیج پایینیا هم دیگه چاره‌ای نداشتن، چون که نه سلاحی داشتن نه غذایی داشتن و کلا وضع خوبی نداشتن و به این پیلیجرها نیاز داشتن برای اینکه در مقابل مابای مختلف صدمه نبینن. به همین خاطر قبول میکنن که تمام غذاها رو بدن به پیلیجرها و این ویلیجرای بالامون رو خیلی ناراحت میکنه. یعنی پدر این مامان بزرگه خیلی ناراحت میشه، چون که این غذاها رو برای این ویلیجرها آورده بود نه این پیلیجرای کثافت مفخور. مادر بزرگه میگه که پدرم خیلی سعی میکنه با این ویلیجرای ویلیج پایین صحبت کنه، باشون بحث میکنه که چرا غذاهاتون رو به این راحتی میدین به اینا. اونا میگن که تو چی از ما میدونی، ما چاره‌ای نداریم وگرنه میمیریم، خودمون یه کاریش میکنیم، به تو هیچ ربطی نداره. مادر بزرگه میگه که من و پدرم خیلی ناراحت میشیم و نمیدونستیم که چی کار کنیم، چون که میخواستیم بچهای ویلیج پایین هم حالشون خوب باشه. با پدرش میرن سر قبر مادرش و اونجا سعی میکنه به مادرش بگه که مادر خواهشاً یه نشونه‌ای به ما بده، یه راهنمایی به ما بده که بتونیم با این مشکل مقابله کنیم. پدر مادر بزرگه میگه که مامانت اینجا نیست، اون الان یه جایی بهتر از اینجاست، خودمون باید به فکر یه چاره‌ای باشیم. همون لحظه پدر این مادر بزرگه دیوونه میشه، نمیدونه داره چی میگه که من میرم میکشمشون. دخترش میگه که یعنی چی بابا، تو نه سلاحی داری نه آرموری داری، چه جوری میخوای اون پیلیجرای وحشی رو بکشی؟ پدره میگه که من این کدوه رو دارم، اونا نمیتونن بفهمن که چه کسی اونا رو کشته. دختره میگه که بابا خیلی خطرناکه، من نگرانم. پدره میگه که اصلا نگران نباش، من باید اونا رو بکشم تا بتونم این مشکل بزرگ رو حلش کنم. دخترش که همون مادر بزرگ خودمون باشه یه گل به عنوان یادگاری به پدرش میده، چون که میدونه که پدرش قراره به فنا بره. پدرش هم حرکت میکنه به سمت پیلیجرها، اما توی راه به یه سری مابا هم برخورد میکنه مثل اسپایدر. وقتی که از یه اسپایدر ساده میترسه چه جوری میخواد پیلیجرها رو بکشه اینو هیچ کدوممون نمیدونیم، ولی بازم به راهش ادامه میده. خیلی یواشکی میرسه به کمپ پیلیجرها. همون لحظه پیلیجرها دارن راجع به روستاهای اونا صحبت میکنن، میگن که آره هر چقدر اونا رو گرسنه نگه داریم بیشتر برامون کار میکنن، پس نباید بهشون غذا بدیم. منظورشون
بچهای ویلیج پایینی بود. اینم خیلی عصبانی میشه و همون لحظه هوشو میگیره توی دستش و میپره روی سر این پیلیجرها تا بزنه رئیسشون رو بکشه. ولی خب اتفاقی که میفته اینه که خیلی راحت پیلیجره میزنه، میندازتش زمین با تبرش توی سینه‌اش. پدر خیلی کار اشتباهی کرده بود چون که زود تصمیم گرفته بود و این کارو انجام داده، خودشو به کشتن داد. پیلیجر هم میگه که وای ببین کی اینجاست، بهتره یکم سرگرم بشیم و تبر نهایی رو میکوبونه تو سینه‌اش و درجا میمیره. دخترش هم که همون مادر بزرگ خودمون باشه کنار قبر مامانش خوابیده و منتظر پدرشه که برگرده، اما میبینه که خیلی گذشته و هنوز هیچ خبری از پدرش نیست. تصمیم میگیره که بره دنبالش. خیلی سریع حرکت میکنه به سمت کمپ پیلیجرها و وقتی که به اونجا میرسه با چیزی مواجه میشه که اصلا انتظارشو نداشت و اونم چیزی نبود جز همون نقاب کدویی پدرش. اعصابش خیلی به هم ریخت و خیلی ناراحت شد. هر کسی که باشه اینجوری میشه و به عنوان یادگار اون نقاب کدویی رو برداشت و با خودش برد و برگشت دوباره سمت ویلیج خودشون، همون ویلیج بالاییه. و وقتی که رفت اونجا نقاب کدویی پدرش رو برد سمت قبر مادرش و گفت که اینجوری دوتاتون پیش هم هستیم و نقاب کدویی رو گذاشت روی سنگ قبر مادرش که اینجا میفهمیم که سنگ قبر نیست، آهن قبره، چون که جنسش آهنیه. چرا؟ چون که به محض اینکه اون نقاب کدویی رو میذاره روش آیرون گولم به وجود میاد، اولین آیرون گولم ماینکرافت. فلزی که جون گرفته و دختره یا همون مادر بزرگ قصه‌مون میترسه و فرار میکنه. سریع فکر میکنه که این میخواد بهش آسیب بزنه. آیرون گولم میره دنبالش و اونم خیلی سریع فرار میکنه سمت خونشون و میره داخل و قایم میشه. ولی آیرون گولم درو میشکونه اما بهش هیچ آسیبی نمیرسونه و دختره تعجب میکنه و میخواد ببینه که چی شده. میاد بیرون میبینه که همون گلی که به یادگار به پدرش داده بود و آیرون گولمه داره بهش میده و میفهمه که این همون پدرشه، فقط روحش داخل این جسم فلزیه به اسم آیرون گولم. اون رئیس باهوش پیلیجرها هم بعد از اینکه پدر این دختر بیچاره رو کشته بود به پیلیجرهای دیگه گفته بود که برین هر چی که داخل زمین کشاورزیش هست، محصول و اینا همشو بدزدین بیارین. آیرون گولم و دخترش هم وقتی که از اونجا رد میشن اینا رو میبینن و دخترش میگه که بابا باید جلوشون رو بگیریم، اینا دارن زمین کشاورزیمون رو کلا خالی میکنن. ولی آیرون گولمه که پدر دختره باشه با اینکه قوی تر شده بود، دخترش هم میگفت که قوی تر شدی میتونی الان جلوشون رو بگیری، ولی با این حال فرار کرد چون که خیلی از اینا ترسیده بود بعد از اون اتفاقی که براش افتاده بود. اما خیلی زود نظرش عوض میشه، دخترش رو میذاره یه جای امن و برمیگرده. وقتی که برمیگرده اون پیلیجرای کثافت میبیننش و یکیشون میگه که بچه‌ها نگران نباشید من ازتون مراقبت میکنم. آیرون گولم میاد نزدیکش، میزنه زیرش، میره تو آسمون، میگه که برو گم شو بابا، حرف مفت نزن. و بعدش رئیس پیلیجرا میاد سمتش و همونطور که میتونید پیش بینی کنید آیرون گولم یکیشون رو نابود میکنه. مادر بزرگه داستان خودش و پدرش که تبدیل به آیرون گولم شده بود و کامل برای نوش تعریف کرد و نوش خیلی از این داستان خوشش اومد و جالب بود براش و اینو خوشگل فهمید که باید قدر آیرون گولما رو بدونه، چون که آیرون گولما هستن که ازشون محافظت میکنن و همونجور که میبینین آیرون گولمه هنوزم داره باهاشون زندگی میکنه. فکر کنم عمر آیرون گولم جاودانه، نه؟ مادر بزرگه میگه که این گله رو هنوز که هنوز یادشه. این بود از داستان اولین آیرون گولم. خیلی خوشحالم میکنین اگه لایک ویدیو رو بتره کنین و کانالمو دنبال کنین. عشق من، این دوستتون dárám a videói بعدی. فعلا بای بای. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco, 2 tragos y